بالای تپه روستا مسابقه توپ دوانی بین تیم روستا و تیم روستای بغلی در جریان بود و مردم ده برای تماشا می شتافته بودند. این چه بساطی است که راه انداخته ای؟ الان مسابقه شروع می شود. راه را باز کن جماعت به داخل بروند. نه نمی شود. قبل از ورود باید از داخل این دستگاه عبور کنند. این دستگاه چی هست؟ تشخیص میدهد که چه کسی خار دارد و چه کسی خار ندارد. اینها همهشان بلیط دارند. خار مردم چه ربطی به مسابقه توپ دوانی دارد؟ من کاری با ربطش ندارم. کدخدا آقا گفته آنهایی که خار دارند نمیتوانند وارد استادیوم روستا شوند. اما فرفر وعده داده بود خاردارها هم میتوانند. آن مال قبل انتخابات روستا بود. و این گونه بود که مردم روستا به دو دسته خاردار و بدون خار تقسیم شدند. از شما بینندگان عزیز هم خواهشمندیم اگر خار دارید به سمت استادیوم نیایید. با تشکر از بیت کدخدا آقا و خری که از گل گذشته.